تحقیقی که ناسا در مورد پاکسازی هوای داخل خانه انجام داده، چند گیاه آپارتمانی را معرفی می‌کند که می‌توانند آلودگی‌های هوای داخل را کم کنند. این آلودگی‌ها معمولاً از وسایل چوبی و پلاستیکی، رنگ‌ها، مواد شوینده، فرش‌ها و حتی وسایل الکترونیکی وارد هوا می‌شوند. گیاهان معرفی شده ناسا می‌توانند موادی مانند بنزن، تولوئن و چند ترکیب مضر دیگر را جذب کنند و تا حدی هوای خانه یا محل کار را بهتر کنند. یکی از مهمترین گیاهان در این لیست سانسوریا است. سانسوریا برای کسانی که وقت زیادی برای رسیدگی به گل و گیاه ندارند عالی است، چون هم مقاوم است هم آب کمی لازم دارد. نکته جالبتر این است که سانسوریا در شب هم اکسیژن تولید می کند و همین باعث می شود گزینه خوبی برای اتاق خواب یا دفتر کار باشد. این گیاهان عبارتند از 1 سانسوریا، 2 پوتوس، 3 نخل اریکا، 4 یوسف، 5 پیچک انگلیسی، 6 فیکوس بنجامین، 7 بامبوپال، 8 آگلونما.